خانواده رومانوف بیش از 300 سال بر روسیه حکومت کردند. از اوایل قرن 17 تا اوایل قرن 20 تقریباً همه تزارهای روس از همین خاندان بودند. سلام دوستان، به یکی دیگه از برنامه‌های چهره‌ها خوش اومدید. رومانوف‌ها نماد قدرت مطلقه تزارها بودند. شاهایی که همزمان رهبر سیاسی و مذهبی کشور محسوب می‌شدند. پدر نیکولای الکساندر سوم بود. تزاری تنومند، سرسخت و به شدت محافظه‌کار. لقبش رو گذاشته بودن تزار صلحبان، چون در زمان سلطنتش جنگ بزرگی رخ نداد، اما در عوض حکومتش پر از سرکوب سیاسی بود. اون اعتقاد داشت روسیه باید با مشت آهنین اداره بشه. آزادیخواهی، جنبش‌های روشنفکری و حتی کوچکترین اعتراضها رو تحمل نمی‌کرد. مادر نیکولای، ماریا فیودورونا، در اصل یک شاهزاده دانمارکی بود. البته قبل از ازدواج اسمش داگمار بود. زنی خوشچهره، باوقار و بسیار محبوب. برادرش جورج اول پادشاه یونان شد و خانواده‌اش با خیلی از سلطنت‌های اروپایی در ارتباط بودند. تو چنین خانواده‌ای نیکولای 18 می 1868 تو کاخ تسارسکویسلو نزدیک سنت پترزبورگ به دنیا آمد. اون بزرگترین پسر خانواده بود و از همون روز اول معلوم بود که وارث تاج و تخت خواهد شد. بچگی نیکولای توی محیط لوکس و تشریفاتی گذشت. کاخهای عظیم، باغهای بزرگ و خدمتکارهایی که همیشه دور و برش میچرخیدند. اما در کنار این تجملات سختگیری زیادی هم وجود داشت. پدرش الکساندر سوم آدمی جدی و سختگیر بود که اعتقاد داشت ولیعهد باید مثل یک سرباز بزرگ بشه. نیکولای از کودکی با لباس نظامی عکس میگرفت. آموزش نظامی از همون سالهای اول شروع شد. اسب سواری، تیراندازی، ورزش‌های رزمی، ولی در عین حال خصوصیت‌هایی داشت که با این محیط نظامی چندان جور در نمی‌آمد. نیکولای بچه آروم و خجالتی و کم حرفی بود. به مطالعه خیلی علاقه داشت، مخصوصاً تاریخ و ادبیات روس. از نظر شخصیتی خیلی زود مشخص شد که با پدرش فرق داره. الکساندر سوم یک غول واقعی بود. قد بلند، هیکلی و با صدایی ترسناک. ولی نیکولای ظریف‌تر بود، اندامی متوسط داشت و بیشتر اهل آرامش و معاشرت ملایم بود. همین تفاوت بعدها مشکل ساز شد، چون خیلی‌ها فکر می‌کردن نیکولای شخصیت قوی برای اداره امپراتوری عظیم روسیه نداره. اما در کنار آموزش نظامی و درسی، نیکولای چیز مهمی یاد گرفت: ارزش خانواده. رابطه نزدیکی با مادرش داشت و همیشه با خواهر و برادراش مهربون بود. بعدها هم وقتی خودش خانواده تشکیل داد، همین روحیه خانوادگی پررنگترین ویژگی شخصیتش شد. از همون بچگی هم با دربارهای اروپایی در ارتباط بود. به خاطر خویشاوندی مادرش مرتب مهمونای سلطنتی از دانمارک و آلمان و بریتانیا به کاخ می اومدن. این ارتباطات خانوادگی بعدها نقش مهمی توی ازدواج و حتی تو سرنوشت سیاسیش ایفا کرد. نیکولای دوم وقتی وارد دوران نوجوانی شد، زندگیش بیش از هر چیزی تحت تاثیر انتظاراتی بود که همه ازش داشتن تا روزی امپراتور بشه. از همون 13-14 سالگی برنامه آموزشی خیلی سختی براش در نظر گرفته شد. پدرش الکساندر سوم اعتقاد داشت ولیعهد قبل از هر چیز باید یه سرباز کامل باشه.
برای همین مربی‌های نظامی برجسته‌ای براش در نظر گرفتن. نیکولای از نوجوانی با یونیفرم نظامی آشنا شد. سوارکاری رو حرفه‌ای یاد گرفت. تمرین‌های رزمی دید. تیراندازی با تفنگ و حتی شمشیرزنی. صبح‌ها معمولاً با تمرین‌های ورزشی و نظامی شروع می‌شد. اما واقعیت این بود که نیکولای از نظر فیزیکی خیلی قوی نبود. بدن لاغر و قد متوسط داشت. هرچند اسب سواری رو عالی یاد گرفت، اما تو بقیه تمرین‌ها به پای افسرهای واقعی نمی‌رسید. همین باعث می‌شد بعضیا تو ارتش به چشم تردید بهش نگاه کنن. در کنار آموزش نظامی برنامه درسی سنگینی هم داشت. معلم‌های خصوصی از بهترین دانشگاه‌های روسیه انتخاب شده بودند که تاریخ، جغرافیا، حقوق، اقتصاد و زبان‌های خارجی رو باهاش کار کنند. نیکولای زبان‌های فرانسه، انگلیسی و آلمانی رو به خوبی یاد گرفت. چون تو اون زمان زبان فرانسه زبان دیپلماسی اروپا بود. بیشتر مکاتباتش هم به همین زبان انجام می‌شد. علاقه زیادی به تاریخ روسیه داشت. ساعتها کتاب‌های تاریخی می‌خوند. به ویژه شیفته داستان‌های قهرمانان ملی روسیه و جنگ‌های بزرگ بود. در این حال ادبیات روسی رو هم دنبال می‌کرد. آثار پوشکین و تولستوی براش الهام بخش بود. با وجود تمام سختگیری‌ها، نیکولای همچنان روحیه خانوادگی قوی داشت. رابطش با مادرش ماریا فیودورونا خیلی نزدیک. مادرش همیشه سعی میکرد بین سختگیری پدر و روحیه لطیف پسرش تعامل برقرار کنه. اون رابطه خوبی هم با خواهر و برادراش داشت. مخصوصاً با برادر کوچکترش جورج که قرار بود اگر اتفاقی برای نیکولای بیفته جانشینش بشه. ولی جورج بیمار شد و بعدها تو جوانی از دنیا رفت. همین موضوع فشار مسئولیت رو روی نیکولای بیشتر کرد. نیکولای تو نوجوانی چندین سفر مهم خارجی هم رفت. این سفرها علاوه بر گردش برای آماده سازی سیاسی و دیپلماتیکش هم طراحی شده بود. یکی از مهمترین سفرهاش به آسیای میانه و خاور دور بود. تو همین سفر اتفاقی معروف به حادثه اوتسو رخ داد. تو ژاپن یه پلیس با شمشیر به اون حمله کرد و نزدیک بود کشته بشه. فقط با خوششانسی و کمک اطرافیان از مرگ نجات پیدا کرد. این حادثه همون زمان نشونه‌ای شد از اینکه زندگی نیکولای همیشه پر از خطرات غیرمنتظره است. بعضی از معلماش حتی به پدرش هشدار داده بودن که نیکولای شاید فرد خوبی باشه، اما برای حکومت بر امپراتوری روسیه بیش از حد ملایمه. پدرش الکساندر هم این نگرانی رو داشت. بارها گفته بود پسرم خیلی خوب و مهربونه، اما روسیه به یک اراده آهنین نیاز داره. نیکولای مثل بیشتر شاهزادگان اروپایی اون زمان تو محیطی بزرگ شد که پر از روابط خانوادگی بین سلطنت‌ها بود. تقریباً همه پادشاهان اروپا با همدیگه خویشاوند بودن و همین موضوع هم ازدواجش رو به یک مسئله سیاسی مهم تبدیل کرد. تو نوجوانی نیکولاس با آلیس هسن دارمشتات شاهزاده آلمانی آشنا شد. آلیس دختر لویی چهارم دوک هسن و نوه ملکه ویکتوریا ملکه بریتانیا بود. یعنی هم از خانواده سلطنتی در آلمان بود، هم پیوند مستقیم با انگلستان داشت. وقتی بعدها وارد دربار روسیه شد، اسم ارتدوکسی بهش دادن و شد الکساندرا فیودورونا. نیکولای از همون دیدارهای اولیه عاشق اون شد. رابطه‌شون به مرور جدی‌تر شد و برای ازدواج تصمیم گرفتن. اما این ازدواج به راحتی پیش نرفت. خانواده سلطنتی روسیه مخصوصاً پدر نیکولای الکساندرا رو مناسب نمیدونستن. چرا؟ چون الکساندرا شخصیتی بسیار مذهبی،
گوشه‌گیر و نه چندان اجتماعی داشت. اما نیکولای پافشاری میکرد و برخلاف خیلی از ازدواج‌های سلطنتی که صرفاً سیاسی بود، ازدواج اونها واقعاً بر اساس عشق شکل گرفت. وقتی الکساندر سوم پدر نیکولای تو سال 1894 ناگهان از دنیا رفت، نیکولای جوان به تخت نشست و فقط چند روز بعد، در حالی که هنوز مراسم سوگواری ادامه داشت، مراسم ازدواج نیکولای و الکساندرا برگزار شد که خیلی ها این رو بدشگون میدونستن. با تمام مشکلات سیاسی، زندگی خانوادگی نیکولای و الکساندرا پر از عشق و صمیمیت بود. اونا 5 تا بچه داشتن: اولگا، تاتیانا، ماریا، آناستازیا و در نهایت الکسی که تنها پسر و ولیعهد. مشکل اصلی این بود که 4 فرزند اول دختر بودن. تا سالها همه منتظر پسر موندن و وقتی بالاخره الکسی به دنیا اومد، شادی بزرگی برای خانواده و حتی کشور بود. اما خیلی زود مشخص شد که الکسی به بیماری هموفیلی مبتلاست. یه بیماری ارثی که خونبندی رو مختل میکنه و هر زخم کوچیکی میتونست جونش رو به خطر بندازه. این موضوع نقطه بسیار حساسی تو زندگی خانوادگی نیکولای شد. رابطه نیکولای و الکساندرا عاطفی و عمیق بود. الکساندرا همسر وفاداری بود، ولی شخصیتش برای ملکه روس بودن مناسب به نظر نمی رسید. اون خجالتی و منزوی و به شدت مذهبی بود. تو جمع‌های عمومی راحت نبود و همین باعث می شد مردم روسیه اون رو سرد و مغرور تصور کنن، در حالی که واقعیت بیشتر به درونگرایی و اضطراب اون برمیگشت. نیکولای هم بیش از حد به همسرش متکی بود. خیلی وقتها تصمیمات سیاسیش تحت تاثیر حرفها و نگرانی‌های الکساندرا قرار می‌گرفت. این اتکا بعدها تو ماجرای راسپوتین خیلی پررنگ شد. خانواده سلطنتی وقت زیادی رو تو کاخ‌های ییلاقی مثل تسارسکویسلو میگذروندن. برخلاف تصور عمومی از تجملگرایی، نیکولای و الکساندرا تلاش میکردن محیطی ساده‌تر و صمیمیتر برای بچه‌ها بسازن. بچه‌ها با والدین خیلی وقت میگذروندن، بازی میکردن و حتی بعضی کارهای روزمرهشون رو بدون خدمتکار انجام میدادن. این سبک زندگی خانوادگی تصویر متفاوتی از نیکولای نشون میده، نه به عنوان یک تزار مقتدر، بلکه به عنوان یک پدر مهربان و شوهر وفادار. وقتی نیکولای دوم سال 1894 به تخت نشست، فقط 26 سال داشت. مرگ ناگهانی پدرش همه رو شوکه کرده بود. خیلی ها تو دربار و حتی میون مردم نیکولای رو هنوز بچه میدونستن. خود نیکولای هم میگفت من برای این مقام آماده نیستم. نمیدونم چطور باید تزار بشم. امپراتوری روسیه تو اون زمان یه غول پهناور بود. از لهستان تا شرق آسیا، از شمال قطب تا مرزهای ایران و ترکیه. صدها قوم و ملت مختلف زیر پرچم تزار زندگی می‌کردند. اداره چنین امپراتوری نیاز به تجربه، قاطعیت و توانایی سیاسی بالایی داره. اما نیکولای بیش از حد به سنت‌های قدیمی تزارها وفادار بود. اعتقاد داشت سلطنت مطلقه باید حفظ بشه. هیچ گونه محدودیت یا پارلمان واقعی رو نمیپذیرفت. همین سرسختی باعث شد خیلی زود با روشنفکرها و اصلاح طلبها به مشکل بر بخوره. یکی از بحران‌های بزرگ سلطنتش جنگ با ژاپن بود. اون زمان روسیه و ژاپن هر دو دنبال نفوذ تو شرق آسیا بودن، مخصوصا تو منچوری و کره. روسیه که خودش رو یه قدرت بزرگ اروپایی میدونست، ژاپن رو چندان جدی نمیگرفت.
ولی در کمال ناباوری ژاپنی‌ها حمله کردن و روسیه به شدت شکست خورد. تو این جنگ نبرد دریایی تسوشیما یکی از بزرگترین فاجعه‌های تاریخ نیروی دریایی روسیه بود. تقریباً کل ناوگان روسیه نابود شد. این شکست غرور ملی رو له کرد و نشون داد که امپراتوری عظیم روسیه روی پایه‌های سستی ایستاده. این جنگ برای مردم روسیه یه پیام روشن داشت. تزار و حکومتش ناتوانند و این بذر نارضایتی‌های گسترده‌تر رو کاشت. ژانویه 1905 هزاران کارگر و مردم عادی سن پترزبورگ تصمیم گرفتن به شکل مسالمت‌آمیز به کاخ زمستونی برن و درخواست اصلاحات بدن. شرایط بهتر کاری، دستمزد بیشتر، پایان دادن به فساد، راهپیمایی به رهبری یک کشیش به نام پدر گاپون انجام شد. مردم با پرچم‌ها و تصویر تزار حرکت کردند. اونا هنوز امیدوار بودن که تزار به حرفشون گوش بده. اما ارتش و پلیس جلوی جمعیت ایستادن و ناگهان به روی مردم آتش گشودند. صدها نفر کشته و زخمی شدند. این روز تو تاریخ به یک شنبه خونین معروف شد. این واقعه مثل آتش زیر خاکستر بود. شورش‌ها تو شهرهای مختلف آغاز شد. اعتصاب‌های گسترده کارگری شکل گرفت و حتی شورش به ارتش هم کشیده شد. نیکولای که دید کنترل اوضاع داره از دست میره مجبور شد عقب نشینی کنه. برای اولین بار امپراتوری روسیه چیزی شبیه پارلمان به نام دوما رو پذیرفت. مردم احساس کردند شاید درهای اصلاحات باز شده. اما خیلی زود ناامید شدند، چون نیکولای هر وقت از تصمیمات دوما خوشش نمی اومد اونو منحل میکرد. در واقع هیچ اعتقادی به تقسیم قدرت نداشت. برای اون دوما فقط ابزاری موقتی برای آروم کردن شورش ها بود. اگر بخوایم درباره سقوط تزار نیکولای دوم حرف بزنیم نمیشه از اسم راسپوتین بگذریم. مردی مرموز که وارد دربار شد و زندگی خانوادگی و سیاسی تزار رو به هم گره زد. گریگوری راسپوتین یک راهب روسی بود، اهل سیبری. شخصیتی عجیب داشت. از یه طرف ادعا میکرد قدرت‌های روحانی و شفابخش داره، از طرف دیگه زندگی شخصیش پر از شایعه و رسوایی بود. حدود سال 1905 وارد سن پترزبورگ شد و به سرعت مشهور شد. حرفای ساده و کاریزماش روی خیلی ها تاثیر گذاشت. اما چیزی که راسپوتین رو به خانواده تزار نزدیک کرد بیماری پسرشون الکسی بود. همونطور که قبلا گفتیم الکسی دچار بیماری هموفیلی بود و هر زخم کوچیک یا کبودی ممکن بود جونش رو به خطر بندازه. پزشک‌ها اغلب کاری از دستشون بر نمی اومد. تو همین شرایط بود که راسپوتین وارد شد. گفته میشه وقتی الکسی یک حمله شدید خونریزی داشت، راسپوتین با دعا یا آرامسازی باعث توقف بحران شد. واقعیت علمی البته این بود که شاید آرامش دادن و دوری از درمانهای خشن باعث بهبودی موقت میشد. اما برای خانواده سلطنتی این یه معجزه بود. ملکه الکساندرا به شدت به راسپوتین ایمان آورد. اون معتقد بود که فقط راسپوتین میتونه پسرش رو نجات بده. به خاطر همین راسپوتین کم کم به یکی از نزدیکترین مشاوران غیر رسمی خانواده تزار تبدیل شد. هر وقت الکسی بیمار میشد، الکساندرا به راسپوتین متوسل میشد و هر بار که حال پسرش بهتر میشد، ایمانش به راسپوتین هم بیشتر میشد. اما حضور راسپوتین تو دربار رسوایی‌های زیادی هم به بار آورد. خیلی از اشراف و سیاستمدارها میگفتن اون مرد فاسدیه.
شایعات حتی تا جایی رفت که بعضی‌ها میگفتن راسپوتین رابطه نامناسبی با خود ملکه داره، هرچند هیچ مدرک محکمی وجود نداشت. همین شایعات کافی بود تا وجهه ملکه و تزار تو چشم مردم هم سقوط کنه. سال 1914 وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، نیکولای دوم تصمیم گرفت شخصاً فرماندهی ارتش رو به عهده بگیره. اون به جبهه رفت و اداره امور داخلی رو عملاً به ملکه الکساندرا سپرد و اینجا بود که نقش راسپوتین پررنگتر شد، چون ملکه بدون مشورت با اون تقریباً هیچ تصمیمی نمی گرفت. در حالی که ارتش روسیه یکی پس از دیگری شکست می‌خورد، مردم پشت جبهه شاهد این بودن که کشورشون توسط ملکه‌ای آلمانی تبار و یک راهب مرموز اداره میشه. برای خیلی‌ها این یک خیانت آشکار بود. اشراف و سیاستمداران روس به این نتیجه رسیدن که برای نجات کشور باید راسپوتین از بین بره. دسامبر 1916 گروهی از اشراف به رهبری شاهزاده فلیکس توطئه قتلش رو اجرا کردند. ماجرای مرگ راسپوتین پر از افسانه است. میگن اول بهش زهر دادن، زنده موند. بعد بهش شلیک کردن، بازم زنده موند. و در نهایت اونو توی رودخونه انداختن که جسدش اونجا پیدا شد. واقعیت هر چی که باشه، مرگ راسپوتین باعث نشد اعتماد مردم به تزار برگرده. برعکس خیلی‌ها فکر می‌کردن اگر این مرد اینقدر بر کشور نفوذ داشته، پس ضعف از خود تزار و ملکه بوده. تو جنگ جهانی اول روسیه یکی از قدرت‌های اصلی درگیری بود. نیکولای دوم تصمیم گرفت وارد جنگ بشه تا هم به متحدانش یعنی فرانسه و بریتانیا کمک کنه، هم اقتدار روسیه رو به نمایش بذاره. اما این تصمیم نقطه آغاز پایان سلطنتش شد. تو ابتدای جنگ موجی از شور و هیجان سراسر روسیه رو گرفت. مردم با پرچم‌ها به خیابون اومدن و شعار میدادن خدا با تزار است. همه امیدوار بودن این جنگ باعث اتحاد ملی بشه. اما خیلی زود واقعیت‌ها خودشون رو نشون دادن. ارتش روسیه به رغم تعداد زیاد سرباز از نظر تجهیزات، آموزش و لوجستیک بسیار ضعیف بود. سربازها حتی کفش کافی نداشتند. مهمات کم بود و فرماندهی نظامی به شدت ناکارآمد عمل می‌کرد. یکی از اولین شکست‌های بزرگ تو نبرد تاننبرگ سال 1914 اتفاق افتاد. صدها هزار سرباز روس کشته و اسیر شدند. این شکست‌ها ادامه پیدا کرد. جبهه‌ها یکی پس از دیگری عقب نشینی کردند. این وضعیت روحیه مردم و سربازها رو خراب کرد. کشوری که انتظار پیروزی سریع داشت، درگیر جنگی فرسایشی و خونین شده بود. سال 1915 نیکولای تصمیم گرفت خودش شخصاً فرماندهی کل ارتش رو به عهده بگیره. از نظر اون این کار میتونست به ارتش روحیه بده. اما نتیجه برعکس شد. چون با این تصمیم اون مسئول مستقیم تمام شکست‌های بعدی شد. هر بار که ارتش عقب نشینی میکرد یا تلفات سنگین میداد، مردم انگشت اتهام رو به سمت خود تزار میگرفتن. در غیاب اون اداره کشور عملاً دست ملکه الکساندرا افتاد و چون اون به راسپوتین متکی بود، نفوذ راسپوتین بیشتر از همیشه شد. این وضعیت چهره سلطنت رو به شدت بی‌اعتبار کرد. پشت جبهه اوضاع وحشتناک بود. کمبود غذا و سوخت، تورم شدید، اعتصاب‌های گسترده کارگری، شورش میون سربازان زخمی و خانواده‌های فقیر. مردم می‌دیدن در حالی که اونا تو فقر و گرسنگی به سر میبرن، دربار هنوز تو تجمل و بیخبری زندگی میکنه.
تو فوریه 1917 جرقه انقلاب زده شد. تو سن پترزبورگ یا پتروگراد اون موقع هزاران کارگر به خیابون‌ها ریختن و شعار نان و صلح رو سر دادن. ارتش که برای سرکوب فرستاده شده بود به جای تیراندازی به مردم به اونها پیوست. در عرض چند روز کنترل شهر از دست حکومت خارج شد. نیکولای دوم که تو جبهه بود خبر شورش رو شنید و به پتروگراد برگشت، اما دیر شده بود. قطار اون تو ایستگاه‌های مختلف متوقف می‌شد چون سربازها و کارگران خطوط ریلی رو بسته بودند. در نهایت تو مارس 1917 نیکولای دوم مجبور شد تو یکی از واگن‌های این قطار سند استعفاش رو امضا کنه. اون حتی تاج و تخت رو به پسرش الکسی هم نداد چون بیمار بود. در نتیجه تاج و تخت به برادرش پیشنهاد شد که اون هم قبول نکرد. به این ترتیب بیش از 300 سال سلطنت رومانوف‌ها تو روسیه پایان یافت. بعد از استعفای نیکولای دوم تو مارس 1917 خانواده رومانوف عملاً بی‌قدرت شد. حکومت موقت روسیه تصمیم گرفت اونو خانواده‌اش رو تحت نظر بگیره. اونا رو اول تو کاخ تسارسکویسلو تو نزدیکی پتروگراد نگهداری میکردن. شرایط نسبتاً راحت بود اما آزادی رفت و آمد رو نداشتن. اما با شدت گرفتن انقلاب و قدرت گرفتن بولشویک ها به رهبری لنین شرایط تغییر کرد. حکومت موقت سقوط کرد و بولشویک ها تصمیم گرفتن کنترل کامل رو داشته باشند. اوایل سال 1918 خانواده تزار به شهر یکاترینبورگ منتقل شدند. اونا رو تو خونه‌ای به نام خانه ایپاتیف زندانی کردند. این خونه بعدها تو تاریخ به عنوان خانه مخصوص معروف شد. تو این خونه شرایط خیلی براشون سخت‌تر شده بود. دیوارها حصار کشیده شد. پنجره‌ها پوشونده شد و خانواده تو اتاق‌های کوچیک زندگی می‌کردن. نگهبان‌ها هم رفتارشون سرد و خشن بود. با این وجود خاطرات باقی مونده نشون میده که نیکولای و خانواده‌اش همچنان تلاش می‌کردن روحیه‌شون رو حفظ کنن. بچه‌ها درس می‌خوندن. نیکولای یادداشت‌های روزانه می‌نوشت و همه امیدوار بودن که شاید به تبعید خارج از روسیه فرستاده بشن. اما تو مسکو رهبران بولشویک نگران بودند. جنگ داخلی روسیه در گرفته و نیروهای ضد بولشویکی به نام ارتش سفید به سمت یکاترینبورگ نزدیک می شدن. اگر اونها خانواده تزار را آزاد می کردن می تونستن از نام رومانوف ها برای مشروعیت گرفتن استفاده کنن. برای همین بولشویک ها تصمیم گرفتن کارو یکسره کنن. تو نیمه شب بین 16 و 17 ژوئیه 1918 نگهبان‌ها به خانواده اطلاع دادن که باید به زیر زمین برن چون قراره به مکان امن‌تری منتقل بشن. نیکولای، الکساندرا، 5 فرزند و چند خدمتگزار وفادارشون به زیر زمین رفتن. اما به اونا گفته شد که به دلیل خطر نزدیک شدن ارتش سفید باید اعدام بشن. قبل از اینکه حتی واکنشی نشون بدن جوخه اعدام وارد شد. صحنه فجیع بود. با رگبارهای گلوله و بعد ضربات سرنیزه همه رو کشتن. آناستازیا و ماریا چون زیر لباسشون جواهرات دوخته بودند در برابر گلوله اول زنده موندن ولی بعد با سرنیزه کشته شدن. جسدها رو تو کامیون گذاشتن و تو جنگل‌های اطراف دفن کردن. بعد هم برای مخفی کاری با اسید و آتیش بخشی از اونها رو نابود کردن. وقتی خبر اعدام خانواده رومانوف پخش شد
دنیا شوکه شد. برای اولین بار تو تاریخ مدرن یک خاندان سلطنتی کامل به این شکل وحشیانه نابود شده بود. حتی بعضی از مخالفان تزار هم از شدت خشونت این اعدام حیرت زده شده بودند. دهه‌ها محل دفن دقیق خانواده مشخص نبود، تا اینکه تو دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی بقایای اونها کشف و شناسایی شد. سال 1998 بقایای نیکولای دوم و بیشتر اعضای خانواده‌اش تو مراسمی رسمی در کلیسای جامع سن پترزبورگ به خاک سپرده شد. کلیسای ارتدوکس روسیه بعدها نیکولای و خانواده‌اش رو به عنوان قدیسان شهید اعلام کرد. امروز تو روسیه مخصوصاً بین مذهبی‌ها خانواده رومانوف احترام زیادی دارن. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لایک، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. منتظر نظراتتون هستم تا برنامه دیگه و چهره دیگه. خدا نگهدار.